با دختری زیبای و معلمه گرامی تخمین بانو چخل و بسپاریم. مرحبا. السلام حاضرین گرامی. امروز برای ما فرزندان باعث افتخار و خوشنودی است که با اقدام رئیس ناحیه فیض‌آباد محترم خازاده بابی‌شاه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 بهر ابدی گردانیدن نام پدرم نیم پیکرش را استوار نمودند. مقصد از تشکیل و برگزار نمودن این شورابینی پیش از همه ارج گذاشتن و قدر نمودن هنر پدرم باشد. اینچنین با ابتکار رئیس ناحیه فیض‌آباد محترم خازاده بابی‌شاه جهت بلند برداشتن مقام و هنر صنعت تئاتری، اینچنین ارج‌گذاری به ساحه فرهنگ آثارخانه پدرم را نیز تشکیل نمودند. تذکر باید داد که رسالت پدرم این خدمت به خلق و وطن خویش بود و با اعتماد کامل گفته میتوانم که پدرم با هنر حرفنگاری خود توانستند بین مخلصان و هواداران خود معتبر گشته ذوق تماشابین را بلند بردارد. از این خاطر بار دیگر از عمل نیک رئیس ناحیه فیض‌آباد محترم خازاده بابی‌شاه سپاسگزاریم تا چنین یک کار خیر را به سامان رسانیدند. نگفته نماند که پدرم انسان ناتکرار بودند. جایشان جنت باشد. تشکر میگویم برای شما تخمین بانا. البته این احساسات بزرگ است. در این جهان هیچ چیز بزرگتر از هنر و معظمتر از عمل نیست، زیرا این دو همبستگی رویا و شعار را دارد و صدا و عکس صدا را. چون انسان باید اضطراب پرسوزی به خود سؤال می‌دهد که در این جهان لا انتها از بنی بشر چه چیزی باقی میماند. حتما جوابی میشنود بر را به مثل دم شمشیر